بچه دروازه کازرون. دروازه کازرون. این گلکوها یک طول گونده بود. یک گود بغلشون بهش گفتن جوق دارشفا. میرفتن توش رخت میشستن، لباس میشستن، آب خوردن برمیداشتن. اینا هم بهش گفتن جوق دارالشفا. دارالشفا. بله. شما دریاقلی هم یادتون میاد؟ دریاقلی هم یادم میاد. یه شاطری بغل دست خودم کارم که موقعی که خمیری بودم و من برم آب بیفتم بیام. آب بیفته شیجه رفت دریاقلی سرش رفت شده. گیر که بعد دیگه قباس رفت شروع که تا دریاقلی پاش گرفت کشیدش بالا. نشست رو زمین. من راحتم. آخر زنده موند؟ بله؟ نه مرد. دیگه بغل هم نونبایی دروازه کازرون یک کبابی بود، حسین کلسین کبابی بود. این هیئت هم رو میداد، هیئت سینزنی ها رو میداد. این یکی دیگه یک کل نصرالله یخی بود، یخ میاد صبح گاه میفروخت. اون موقع من یخ بود، یخچال بود که یخ بیارن؟ یخچال نبود. تازه تو هم سینه دیوالو که چنار رو میگم بود آشی بود، سرک شیره میفروخت. سرک شیره؟ سرک شیره. کی؟ یک قرون میدادی سرک شیره میفروخت توی کاسه، یه تکه برف هم میبرید با اره میداخت توش. خب این برفا چجوری برای تابستون نگه میداشتن؟ تو نمد. اون مرکز اون برا که دراک سرحد و دراک اینا ها این برفاره میکردن تو زیرزمینی درست کرده بودن، میوردن قالب میبردن میکردن تو نمد. بعدا میوردن در دکونا میفروختن. شما دروازه اول من میدونم 2 تا چنار خوبم جلوش بوده. 2 چنار بزرگ من دیدم. 3 تا بود. 3 تا چنار. یکیش تو جرز دکون بود، دکون آشی و سید جلال آشی. سید جلال آشی. خب با سید علی. بله. اینا کاکو بودن. بله. اینا آشی داشتن. یکی هم بالاتر بود راست فلکو و محمود آشی بود. محمود آشی. یکی کمی برتر بود رحیم جیگرکی بود. رحیم جیگرکی داشت. سیخ داشت.